سلام. به جمع کاربران برنامه آموزشی نان استاپ انگلیش سکند ادیشن خوش اومدین. در ابتدا لازم میدونم تا از تمامی کاربرانی که در طول این سالها از محصولات شرکت آریانا استفاده کردند و با انتقادات و پیشنهادات سازندشون علاوه بر اینکه دلگرمی، شور، شوق و عشق خدمت رسانی در این جانب همکارانم ایجاد کردن، باعث ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات این شرکت شدن، تشکر و قدردانی کنم. این برنامه حاصل سالها تلاش و کوشش متخصصان و مهندسین این شرکته. در طول این سالها تمامی سعی ما بر این بوده تا مجموعه این درخور و شایسته شأن کاربران فرهیخته این شرکت آماده و مهیا کنیم. صفحه‌ای که همکنون پیش روی شماست صفحه شروع و آغازین برنامه است که ورود به بخش‌های مختلف برنامه از طریق این صفحه انجام میشه. این نرم افزار دارای 5 سطح از زبان انگلیسی عمومی، Elementary، Pre-Intermediate، Intermediate، Upper Intermediate و Advanced می باشه. و همچنین دارای درس‌های مکمل جهت تقویت مهارت شنیداری، کاربرد لغات در زبان انگلیسی و تقویت تلفظ می باشد. با کلیک بر روی دکمه بروزرسانی آپدیت میتونید فایل‌های برنامه رو بروز کنید. با ظاهر شدن پنجره بروزرسانی چنانچه برنامه شما نیاز به بروزرسانی داشته باشه، فرآیند بارگذاری فایل جدید از سرور شرکت به صورت خودکار آغاز میشه و در غیر این صورت با نوشته شدن این پیغامی مبنی بر اینکه برنامه شما بروز است و نیاز به بروزرسانی ندارد، انجام عمل بروزرسانی رو به صورت اتوماتیک انجام نمیده. چنانچه بخواین عمل بارگذاری صورت بگیره، میتونید با کلیک بر روی کلید استارت دانلود عمل بروزرسانی رو انجام بدید. دقت کنید. چنانچه در این مرحله با پیغام خطا مواجه شدید، ابتدا آنتی ویروس خودتون رو چک کنین تا دسترسی برنامه‌ها به وبسایت‌ها رو محدود نکرده باشه. و یا اگر از نرم افزارهای VPN یا فیلتر شکن استفاده می‌کنید، اونها رو غیر فعال کنید و مجددا سعی کنید. و در صورت عدم موفقیت میتونید با کلیک بر روی لینک فایل اون رو مستقیما دانلود و سپس اجرا کنید تا برنامه به صورت خودکار بروزرسانی بشه. برای تغییر در تنظیمات برنامه باید به قسمت ستینگ بریم. در بخش ساوند و در قسمت ساوند کنترل میتونید از ساوند کنترل 1 یا 2 استفاده کنید که در حالت پیش‌فرض گزینه 1 انتخاب شده. گزینه 2 در موارد خاص، همچون مواردی که کامپیوتر شما قادر به پخش فایل‌های صوتی نیست، مورد استفاده قرار میگیره. در بخش افکتس با فعال شدن گزینه ترانزیشن، صفحات درسی با جلوه‌های بصری نمایش داده میشن. اگر تنظیمات کارت گرافیکی بر روی رزولوشن بالاتر از 1024 در 768 باشه، با فعال کردن گزینه بلک بک‌گراند، حاشیه دور برنامه به رنگ مشکی نمایش داده میشه. در صورتی که میخواین قبل از وارد شدن به هر صفحه درسی نمای کوچکی از اون رو ببینید، میباید گزینه پیج پریویو رو فعال کنید و همچنین میتونید اندازه اون رو تعیین کنید. در بخش بکاپ و ریستور میتونید با استفاده از امکان بکاپ کلیه گزارش‌های آموزشی و تمرین‌های حل شده و کارهایی که تاکنون برای محتوای برنامه انجام دادین رو به صورت یک فایل ذخیره کنید و این فایل رو بر روی کامپیوتر دیگری که این برنامه برای اون نصب شده ریستور کنید تا کلیه اطلاعات شما منتقل بشه. در بخش چک انسر با فعال کردن گزینه رایتینگ رولز، نرم افزار نسبت به رعایت قواعد نوشتاری حساس میشه. به عبارت بهتر، جایگاه کاما، نقطه، سمیکالون، علامت سوال و علامت تعجب توسط نرم افزار کنترل میشه. اگر گزینه کیس سنسیتیو را فعال کنید، نرم افزار هنگام کنترل پاسخ‌های صحیح استفاده از حروف کوچک و بزرگ رو نیز کنترل میکنه. در بخش اسپیچ ریکگنیشن میتونید حساسیت نرم افزار رو در بخش تشخیص گفتار و در هنگام انجام تمرینات رول پلی تنظیم کنید. چنانچه این حساسیت برای لول 1 تنظیم شده باشه، نرم افزار به تلفظهای شما با دیده اغماض نگاه میکنه. در لول های 2 و 3 لازم ابتدا صدای خودتون رو به نرم افزار معرفی کنید و بعد خواهید دید نرم افزار صدای شما رو با دقت بیشتری پردازش و تحلیل خواهد نمود. برای این کار بر روی کلید ترین پروفایل کلیک کنید و متن پیشنهادی رو به طور کامل بخونید. با کلیک بر روی میک والیوم و خواندن متن پیشنهادی میتونید حجم صدای میکروفون خودتون رو به صورت خودکار تنظیم کنید.
در مواردی که بیش از یک کاربر برای یک کامپیوتر از مجموعه استفاده میکنه میتونید کاربران مختلفی رو برای برنامه تعریف کنید. با کلیک بر روی کلید یوزر میتونید یک نام کاربری برای خود بسازید و در این صورت تمامی تغییرات و کارهایی که در برنامه انجام میدین با حساب کاربری شما در کامپیوتر ذخیره میشه و چنانچه شخص دیگه‌ای بخواد از برنامه نصب شده بر روی این کامپیوتر استفاده کنه به گزارش عملکرد و تمرین‌هایی که توسط شما انجام شده دسترسی نخواهد داشت. در حالت دیفالت هر شخصی میتونه از برنامه استفاده کنه و در این حالت جهت ورود به برنامه نیاز به وارد کردن رمز عبور نخواهید داشت. با کلیک بر روی کلید پلیسمنت تست میتونید سطح زبان انگلیسی خودتون رو مشخص کنید. با کلیک بر روی این کلید به مرحله بعدی میرید. در این بخش از 3 بانک سوال مختلف که با نام A، B یا C در پایگاه داده برنامه ذخیره شدن به صورت تصادفی یکی از اونها انتخاب و نمایش داده میشه. در مرحله اول برای اینکه گوش شما با صدای گوینده آشنا بشه یک مکالمه به عنوان نمونه پخش میشه. به این مکالمه تا انتها به دقت گوش کنید. امتحان تعیین سطح اصلی با کلیک بر روی کلید استارت آغاز میشه که شامل 3 مرحله است و در نهایت کارنامه عملکرد شما به نحوی که ملاحظه میکنید نمایش داده میشه که شامل تاریخ و زمانی که در آزمون شرکت کردین، بانک سوال A، B یا C، نتایج تست‌های شنیداری، خواندن و کاربرد زبان به تفکیک و همچنین مجموع نمرات کسب شده و در نهایت سطحی که برنامه با توجه به نمره به دست آمده به شما پیشنهاد میده براتون قابل مشاهده خواهد بود. لازم به ذکره که در امتحانات تعیین سطح استاندارد از 2 مهارت مهم صحبت کردن یا اسپیکینگ و نوشتن یا رایتینگ فراگیران هم به صورت شفاهی و کتبی تست به عمل میاد که به دلیل میسر نبودن امکانات از اونها صرف نظر شده، ولی میشه از این تست به عنوان ملاک سطح دانش زبان انگلیسی کاربران استفاده نمود. با کلیک بر روی کلید هلپ فیلم آموزشی رو که در حال دیدنش هستین میتونید مجددا مشاهده کنید. با کلیک بر روی کلید About Us اطلاعاتی در مورد تیم طراحان نرم افزار به دست خواهید آورد. با کلیک بر روی کلید ساپورت نحوه خدمات پشتیبانی تلفنی و اینترنتی رو مشاهده خواهید نمود. با کلیک بر روی کلید وبسایت میتونید وارد وبسایت شرکت آریانا بشین و با دیگر محصولات این شرکت آشنا شین و یا حتی از خدمات پشتیبانی آموزش مجازی بهره مند بشید. حال میتونیم وارد بخش آموزشی نرم افزار بشیم. همونطور که مشاهده میکنید هر سطح از نرم افزار به 2 بخش A و B تقسیم شده که سطح تاپ ناچ فاندامنتال هر کدام شامل 7 درس و بقیه سطوح شامل 5 درس می باشد. با کلیک بر روی سطح تاپ ناچ فاندامنتال A وارد اون میشیم و بر روی لینک درس اول کلیک میکنیم. همونطوری که مشاهده میکنین هر درس از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده که بیشتر قسمت‌ها در هر درس تقریبا ثابت می باشند. به عنوان مثال در کتاب فاندامنتالز هر درس با لسن 1 2 و 3 آغاز میشه و شامل بخش‌های دیگه‌ای مثل extensions، review، vocabulary booster، grammar booster، کتاب کار و ویدیو میشه. در ابتدای هر درس و در قسمت سمت راست بالای صفحه لیست اهداف هر درس آورده شده که زبان آموزان با مطالبی که در طول درس فرا خواهند گرفت آشنا میشن. هر درس با یکی از این اهداف ارتباطی آغاز میشه و در بخش پایان درس در ریویو و با تیتر Now You Can به شما یادآوری میکنه که این موارد رو فرا گرفتید. همچنین هر درس شامل تعداد زیادی از بخش‌ها مانند vocabulary یا لغات جدید، grammar، listening یا تمرینات شنیداری، comprehension یا درک مطلب و pronunciation یا تلفظ به همراه تمرین‌های داخلی هر بخشه که انجام تمامی این قسمت‌ها برای رسیدن به هدف ارتباطی لازم و مهمه. این اجزا به نحوی سازماندهی شدن تا بهترین اثر متقابل رو بین لغات، گرامر و زبان اجتماعی فراهم کنند و در ضمن تنوع اونها در درس‌های مختلف مد نظر طراحان درس بوده. جهت گوش دادن به فایل صوتی هر قسمت میتونید بر روی آیکون مربوطه کلیک کنید. همونطور که مشاهده میکنید جمله‌ای که صدای اون در حال پخشه به رنگ متمایزی از دیگر جمله‌ها در میاد و شما به راحتی میتونید تشخیص بدین که در هر لحظه کدوم جمله در حال پخش شدنه.
An اگر نیاز architect. بشه که یک جمله رو تکرار کنید 4. تنها کافیه که بر روی An کادر actor. کلیک کنید تا فقط به اون 5. قسمت گوش کنید. An athlete. An architect. در بخش وکابولری چنانچه بخوایم به لغت‌های جدید بیشتری دسترسی پیدا کنین میتونیم با کلیک بر روی لینک وکابولری بوستر به صفحه مربوطه بریم و به مطالعه اونها بپردازیم. در اینجا هم با کلیک بر روی هر لغت میتونید به تلفظ اون گوش کنید. در بعضی از صفحات کلیدهایی به عنوان کالچر نوت مشاهده میکنید که با کلیک بر روی اون میتونید نکته فرهنگی مربوط به اون بخش رو مطالعه کنید. توجه داشته باشین که این نکات بسیار بسیار برای شما کاربردی و مفید هستند. در قسمت‌های گرامر فیلم‌های آموزشی بسیار خوبی برای شما تدارک دیدیم که با کلیک بر روی لینک‌های مربوطه به اونها دسترسی پیدا می‌کنید. هر بخش شامل 2 سری فیلمه. سری اول به زبان فارسیه که توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی تدریس میشه و سری دیگه فیلم‌ها گرامر رو به زبان انگلیسی به شما تدریس میکنه. با کلیک بر روی هر قسمت میتونید فیلم آموزشی مربوط به اون بخش رو مشاهده کنید. توصیه کلی ما به زبان آموزان عزیز اینه که تا جایی که میتونید از رجوع به ترجمه‌های فارسی پرهیز کنید و زبان انگلیسی رو به زبان انگلیسی فرا بگیرید. چرا که با وابسته شدن بیش از حد به فراگیری کلمات از طریق ترجمه به زبان مادری در سطوح بالاتر مشکلاتی رو ممکنه در امر یادگیری براتون ایجاد بکنه. ولی در عین حال چنانچه میخواین ترجمه فارسی کلمات، مکالمات و متون رو مشاهده کنید میتونید بر روی کلید ترجمه متن کلیک کنید، سپس موستون رو برای متن‌هایی که دارای کادر هستن نگه دارین تا ترجمه اون ظاهر بشه. همچنین میتونید با کلیک بر روی کلید ذره‌بین در قسمت پایین صفحه به ترجمه انگلیسی و فارسی لغات به همراه تلفظ دسترسی داشته باشید. ابتدا لغت رو تایپ کنید و بعد اینتر رو فشار بدید تا ترجمه اونها نمایش داده بشه. همچنین میتونید از دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی دیگه‌ای که در دیویدی های مکمل این مجموعه تعبیه شده استفاده بکنید. در کتاب مقدماتی ترجمه مربوط به تیتر بخش‌ها و تمرین‌ها نیز برای کاربران سطح مقدماتی آورده شده. رنگ کادر اونها با بقیه کادرها متفاوته و حرف تی بالای اونها علامت مشخصه شونه. با نگه داشتن موس بر روی حرف تی به ترجمه عبارات دسترسی پیدا می‌کنید. امکان حل و تأثیر هوشمند کلیه تمرین‌ها هم برای شما فراهم شده. جهت حل هر تمرین میتونید بر روی کادر مربوطه کلیک کنید و جواب مورد نظر خودتون رو وارد کنید. حال با کلیک بر روی دکمه چک انسر جواب‌های وارد شده رو چک میکنید. مشاهده میکنید که پاسخ‌های صحیح به رنگ سبز و پاسخ‌های غلط به رنگ قرمز و پاسخ‌هایی که بخشی از اون صحیحه با رنگ سبز و قرمز نشون داده میشن. یکی از امکانات جالب و منحصر به فرد مجموعه‌های آموزشی شرکت آریانا امکان شبیه سازی مکالمه یا رول پلیه که کمک شایانی به تقویت مهارت اسپیکینگ و همچنین بالا بردن اعتماد به نفس زبان آموزان میکنه. برای اینکه در دیالوگ‌ها یا مونولوگ‌ها به جای شخصیت‌ها صحبت کنید، برای آیکونی که در کنار اونها قرار گرفته کلیک کنید تا پنجره رول پلی نمایش داده بشه. با انتخاب یکی از شخصیت‌ها و انتخاب حالت ضبط صدا بر روی کلید استارت کلیک کنید. Excuse me. ابتدا جمله‌ای که شما باید تکرار کنید یک بار برای شما پخش میشه و بعد جملاتی رو که نرم افزار به شما میده رو تکرار کنید. البته قبل از اینکه جمله رو تکرار کنید برای اون که نرم افزار بتونه با دقت بیشتری کار کنه توصیه میشه صدای خودتون رو به نرم افزار معرفی کنید. البته اگر این کار رو انجام ندین هم این نرم افزار باز قابلیت تشخیص صدای شما رو خواهد داشت. I'm using the microphone wizard. It is adjusting the volume of my microphone. This papaya tastes perfect. This papaya tastes perfect. Excuse me, Are you Marie? are you Marie? No, I'm not. I'm Laura. That's Marie. Where? خب برای مقایسه صدای خودتون با صدای اصلی کافیه که بر روی این دکمه کلیک کنید. Where? Where? تلفظ V و W رو میتونید که به راحتی اینجا مشاهده بکنید. توصیه میکنم چند بار رو تکرار بکنید تا بتونید شباهت صداتون به صدای اصلی بیشتر و بیشتر کنید.
نکته قابل تأمل اینه که نیاز نیست صدای شما بر صدای اصلی منطبق بشه، بلکه مهمه که صدای شما با صدای اصلی یا نیتیو مشابه باشه. به عبارت دیگه صعود و فرود صدای شما مشابه صدای اصلی باشه. Where. Right over there. Thank you. Thank you. You're welcome. خب ما دیالوگ رو به پایان رسوندیم. حالا با انتخاب همون شخصیت و کلیک بر روی کلید پلی میتونیم به صدای خودمون به جای اون شخصیت گوش کنیم. توجه داشته باشین که اگر بر روی کلمه آل کلیک کنید باید به جای همه شخصیت ها صحبت کنید و به تبع صدای ضبط شده شما به جای همه شخصیت ها هم براتون پخش خواهد شد. برای اینکه نحوه عملکرد خودتون رو در هر درس مشاهده کنید با کلیک بر روی این کلید میتونید نحوه عملکرد و پیشرفت آموزشیتون رو کنترل و چک کنید. همونطوری که مشاهده میکنید نمودارها به تفکیک درس ها برای شما آورده شدن و در هر درس نیز به تفکیک زیربخش ها تقسیم بندی شدن. شما میتونید تعداد جوابهای صحیح و غلط هر بخش رو مشاهده کنید. همچنین نمودارهای کلی زیربخش ها و در نهایت گزارش کلی پیشرفت شما براتون رسم میشه. در صورت استفاده از خدمات پشتیبانی آموزش مجازی با استفاده از این ابزار میتونید فایل عملکرد خودتون رو برای استادتون ارسال یا ایمیل کنید. برای این کار کافیه که اطلاعات خاصش رو در این پنجره پر کنید. اطلاعات وارد شده رو با استفاده از کلید سیو ذخیره و بعد بر روی دکمه اکسپورت کلیک کنید. نرم افزار فایل رو خواهد ساخت که باید تنها اون فایل رو برای استادتون ایمیل کنید. در سمت راست ابزارهایی قرار داده شده‌اند که شما به وسیله اونها میتونید بر روی هر صفحه از محتوای نرم افزار تغییرات رو اعمال کنید. به عبارت دیگه ما با این ابزار محیط صفحات کتاب رو براتون شبیه سازی کردیم و برای شما مجموعه IDB یا Interactive Digital Book رو فراهم کردیم. امکانات بسیار جذابی هستند که میتونید از اونها بسیار استفاده بکنید. برای مثال میتونید جمله‌ای رو برای صفحه به عنوان پاسخ یک تمرین که جواب قطعی نداره یا به عبارتی پاسیبل انسر داره درج کنید یا به عنوان یک نکته اون رو یادداشت کنید. شما میتونید رنگ، سایز و فونت اون چیزی رو که میخواین وارد کنین رو هم انتخاب بکنید. ابزار بعدی ممو نام داره که در واقع برای ثبت نکاتیه که میخواین در نرم افزار ذخیره کنید و بعدها به اون مراجعه کنید. برای این کار ابتدا روی ممو کلیک کنید و بعد بر روی صفحه کلیک چپ کنید و جمله مورد نظرتون رو وارد کنید. برای اینکه دوباره متنتون رو تغییر بدین روی همون متن کلیک راست کنید و میتونید که این تغییرات رو در متن مورد نظرتون ایجاد کنید. ابزار بعدی چک مارکه و میتونید در هر نقطه از صفحه نرم افزار چک مارک ها رو قرار بدین و بعد نوع علامت، رنگ و سایز اون رو هم مشخص کنید. اگر تمریناتی باشن که نیاز بشه اونها رو با خط به هم وصل کنید میتونید از ابزار لاین استفاده بکنید. به این ترتیب در این قسمت هم میتونید سایز، قطر و رنگ این خط رو تغییر بدید. با استفاده از این ابزار میتونید قسمت‌های مختلف رو مارکاپ کنید و یا دور قسمت‌های مهم خط بکشید. برای ثبت یادداشت صوتی در هر صفحه از نرم افزار میتونید از این ابزار استفاده بکنید. بدین صورت که صدای خودتون رو ضبط میکنید و به عنوان نکته در قسمت‌های مختلف صفحه قرار میدید و هر زمان که لازم باشه به اونها گوش میدید. همچنین میتونید از تمام تغییراتی که در صفحه ایجاد کردین پرینت بگیرین یا اینکه اونها رو پاک بکنید. با استفاده از رایت کلیک و زدن کلید با علامت ضرب در نیز میتونید اشیاء روی صفحه رو پاک کنید. در این قسمت با کلیک بر روی این کلید به آخرین صفحه‌ای که مطالعه کردیم میرین و با کلیک بر روی این کلید به صفحه اول باز خواهید گشت. در بخش ویدیو میتونید فیلمی مرتبط با موضوع هر درس رو مشاهده کنید و بعد
به سوالات مربوطه پاسخ بدید. شما حتی میتونید متن گفتار فیلم ها رو به همراه ترجمه فارسی مشاهده کنید و یا در فیلم ها به جای شخصیت های مختلف صحبت کنید. Welcome to Top Notch. I'm Marie. این تمرین the خوبی خواهد بود تا receptionist. بتونید در محیطی شبیه سازی شده با زبان انگلیسی عمومی بیشتر آشنا Hi, بشید. I'm Cheryl. The office manager. Yes. Pleasure. Bob? Bob is A chef? No, Bob's not a... Hi. Are you Mr. Rashid? Yes, I am. It's a pleasure to meet you. Welcome to Top Notch. I'm Marie, the receptionist. It's nice to meet you. Hi, I'm Paul. I'm در این فیلم آموزشی به صورتی مختصر I'm با Cheryl. امکانات و ویژگی های این نرم افزار آشنا شدید. امیدوارم توانسته باشیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتونید با شرکت آریانا تماس حاصل کنید.